خلق دنیا را پشت سر بگذار. فسعوا کجا؟ الی ذکر الله. به سوی نماز جمع گام مسیر بردار. من نگفتم، خدا گفته است. نگویید که مولوی ناحق میگوید. فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. حتی اگر بیع، خرید و فروش، داد و ستدم داشته باشید، قطع بکنید. ما عزیزان دل در قرآن عظیم و شان 114 سوره داریم. چند؟ 114 سوره قرآن دارد. از بین 114 سوره یک سوره نامش مسما به جمعه هست. یک سوره نامش جمعه هست. ما در قرآن نداریم سوره‌ای که نامش شنبه باشد، نامش یک شنبه باشد، نامش دوشنبه باشد، نامش سه شنبه، نامش چهار شنبه، نامش پنجشنبه نداریم. ما سوره در قرآن داریم که نامش جمعه هست. خطاب به اهل ایمانم کرده است. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقت صدای طنین انداز آذان محمدی از لسان زبان مؤذین نبی صلی الله علیه و سلم شنیدید، همه زرق و برق و خانه و کاشانه، جزئیات و کلیات دنیا را طلاق بدهید، به سوی مراسم پارلمانت جمعه بشتابید. با عاقل هیچ اشاره به حیوان دره و شلاق. من اگر والله بالله تعالی قسم ناحق شما را راهنمایی بکنم، والله دروغ است که من روز قیامت باری سنگینی شما را میتوانم به دوش. بالله که دروغ است، نمیتونم. قرآن میگوید، من نمیگویم، سخن خدا قرآن. کسی نگوید که مولوی دروغ میگوید. ولا تزروا وازرة وزر اخرى. روز قیامت هیچ مولوی، هیچ نخبه دین، هیچ دانشمند و اندیشمند، حتی هیچ پیامبر باری سنگینی شما را اینجا گرفتن نمیتواند. همین مولوی اگر ناحق من شما را راهنمایی کنم، روز قیامت وقتی که پای شما گیر میکند، من فرار میکنم. میگویم که من در تقصیر شما، در گناه شما شریک نیستم. نگاه بکنید قرآن چی میگوید، نگاه بکنید حدیث چی میگوید، نگاه میکنید محمد رسول الله چه کار کرده است، ابو بکر و عمر و عثمان، علی رضی الله تعالی عنه چه کار کرده است. انما الاعمال بالخواتیم. خاتمه اعمال خود را برباد نکید عزیزان. همون نماز 5 وقت ابو جهل میخوان، والله میخوان، بالله ابو جهل نماز میخوان. اگر دروغ بگویم زبانم را قطع بکنید، گردنم را بزنید. ابو جهلم نماز میخواند، ابو جهلم روزه میگرفت، ابو جهلم زکات میداد، ابو جهلم حج میکرد، ابو جهلم طواف میکرد. اما عزیزان دل مشکلش چی بود؟ وحدانیت خدا را قبول نداشت، یک و یگانه بودن خدا را قبول نداشت. قرآن میگوید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال بفرما. چه بپرسم یا الله؟ چه بپرسم؟ بپرس من خلق السماوات والارض. خالق 7 طبقه زمین و آسمان کیست؟ وای مردم، خالق 7 طبقه زمین و آسمان و ما بینهما کیست؟ الله. جواب مردگان این از شما خوبتر جواب داد. خالق 7 طبقه زمین و آسمان کیست؟ الله. لا یقولون الله. ابو جهل میگه ضرور. لامم حرفی تاکید، نون تاکید ثقیله در آخر بالاخره صیغه، 3 تاکید پشت سر هم. میگفت که خالق 7 طبقه زمین و آسمان فقط و فقط الله.
این 360 مجسمه که به نام لات و عزات و هیکلهای ابراهیم و اسماعیل، اینها برای چی در خانه کعبه؟ میگفتند اینها وسیله هستند. روز قیامت وقت خدا میخواهد ما را به جهنم ببرد، اینها بالاخره ما را دستگیری میکنه. میگه خدایا نبر به جهنم. چرا؟ من ابو جهل، من عتبه و شیبه و امیه و مسلمه کذاب حاضر هستیم که اینا مسلمان هستند. فریب نخرید. والله بالله تالله فریب مرا نخرید. اگر ناحق شما را میبرم والله فریب نخرید. حرف مرا گوش نکنید. اگر خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف صحابه رسول صلی الله علیه و سلم شما را میگویم والله حرف مرا به دیوار بزنید. 32 دندان ما را در حلقومم قرار بدهید. زبان ما را ببرید. گردن مرا عزیزان دل بزنید. من شما را ناحق نمیگم. روز قیامت اون ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه و مسلمه های کذابی که این همه مردم مکه را بالاخره گمراه کردند، به ضلالت و خسارت و زیان بالاخره بردند، روز قیامت ابو جهل از اونها فرار میکند. میگد من نمیتوانم باری سنگ. شما را خداوند عقل داده بود، عقلتون باید به جا می آوردید. از این لحاظ عزیزان دل وقت شما را دیگر زیاد نمیگیرم. ماه هم بهترین ماها بود، ماه شریف رمضان. روزم بهترین روزها بود، روز جمعه در مسجد بالاخره جامع اهل سنت و الجماعت دهلی این زمین حضرت مولانا ابوالحسن الندوی رحمت الله علیه رحمت شبهای اعتکاف ماه شریف رمضانم بود. دهه آخر ماه شریف رمضان، اعتکاف دهه آخر. عزیزان دل روز جمعه واعظ و واعظی خودش کرد، تبلیغ و دعوت خودش کرد. بعد از تبلیغ و دعوت مشغول بالاخره مراسم پارلمانتی، احیای مراسم پارلمانتی جمعه شد. نماز جمعه هم خودش پیش امامتی کرد، خطبه هم خودش خواند. وقتی که نماز جمعه تمام شد دعا و نیایش کرد. عزیزان دل بعد از فارغ شدن از جزئیات و کلیات مراسم جمعه در یک کنج مسجد قرار گرفت و قرآن عظیم الشان را باز کرد، سوره یاسین را تلاوت آغاز کرد. وقتی که به این آیه کریمه رسید فبشره